مجسمه قشنگه. تا کی قشنگه؟ تا وقتی که تو اینو نبینی. دیگه الان قشنگ نیست، چون یه قشنگ ترش اومد. این مجسمه قشنگه. تا کی قشنگه؟ تا وقتی که تو اینو نبینی. الان دیگه این قشنگه. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم همیشه موفق تر است و خوشحال تر است و پولدارتر است و تحصیل کرده تر است و وجود داره. آقا جان، گور بابای دختر فلانی که 10 تا مدرک گرفته گوشه خونشون قاب کرده. گور بابای پسر فلانی که 2 تا ماشین آخرین سیستم توی 25 سالگی توی پارکینگ خونش پارک کرده. ما قیاس میکنیم، خوش به حال میگیم. خب چرا ما قیاس میکنیم؟ از کجا نشأت میگیره؟ بصر، چشم، دایره دید. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کنه. قدیم دایره دید کم بود. چرا؟ چون آدما که میدیدی واقعی بودن، همسایه ها و فامیلا بودن. الان اینستاگرام دنیا رو میبینی. اگه تو اینستاگرام زیاد میچرخن حواسشون باشه از هر چی که دارن متنفر میشن. هی نگاه میکنه اگه اون خونه از خونه ما چیه، اگه اون یخچال این چیه، اگه اون مبلمان این چیه، اگه اون قیافه این چیه، اگه اون شوهر این کیه، اگه اون زن این چیه. هی میبینه، هی دل میخواد.